راهبر تاجیکستان خوجازاده بهروز با یک تن از چهره های ناماشنای کره جنوبی صورت میگیرد. پهلوانی 41 ساله که ما در دور اول این چهره را معرفی کردیم. سال 2004 در بازی های المپی برنده مدال طلا شده بود در افریقا و در قهرمانی جهان اوساکا سال 2003 هم عنوان قهرمان جهان را شرفیاب گردیده بود. خوجازاده بهروز پشتناک حرکتی را اینجا خواست که خوب انجام دهد و قهرمان جهان و قهرمان بازی های المپی ورزشگری ما نیروسنجی دارد. سال 2003 چمپیونات جهان دایر شد و چون معمولی سال 2004 بازی های المپی و اکنون رفتی میدانداری باز هم در ادامه سبقت معلوم خواهد شد. بینندگانی تلویزیونی ورزش، بله، سال 2004 بازی های المپی در افینا بود. در قهرمانی جهان سال 2003 این دو نتیجه که خیلی هم شایان و ارزنده بودن ما معرفی کردیم. خوجازاده بهروز جوانتر از باید با افضلی و با یک متانت خیلی خوبی خود اینجا به همین نقطه توجه خاصه داشته باشد و چون گفتیم که این چهره توقف طولانی داشت و کار در یک سال دیگر قوی کرد در سمت آمادگی و دیگر باره به میدان برآمد. کلانترین فردی که حالا در عرصه جهانی با این سن و سال میدانداری میکند در سن 41 سالگی. نمونه عبرت این چهره هم در مقابل حلاوت رقابتش خیلی خوب بود. پهلوان منتخب روسیه که زیر پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کردن در دیداری اول بولی رقابت کرده بود. این اندکی پیشتر بود، 1 ساعت پیش تقریبا. به هر دو شیدو سرعت نیروسنجی را باید تیز آنند. ما از دستاوردهای خوجازاده بهروز پهلوان 28 ساله تاجیکستان واقفیم. 91 رقابت سطحی با نفوذ دارد. در مسابقات گرند اسلم تجربه هم هست. 15 مراتب شرکت کرده است. یک جایزه برنجی دارد. این مدال برنجی رو هم در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه مارت سال 2019 به دست آورده بود و در گراند پری 2 جایزه افتخاری 2 مدال نقره دارد. یکی در شهر تاشکند و دیگری در شهر دوشنبه. سپتامبر سال 2019 شهر تاشکند، ایون سال 2023 شهر دوشنبه. با همین نتیجه و قهرمان جهان بودنش رو ضرورت نیست که ما معرفی سازیم. در رشته سامبو امروز سخن تنها در بابی فتووت جودو می رود. زیر رهبری صدرالدین عابدوف مشق‌های پیوسته دارد.
قهرمان جهان و قهرمان بازی‌های المپی را دچار ناکامی کردن بسیار هم نوابسته از آن سن سالی که چون ما شرح دادیم و این لحظه ها رو هم دیدیم بسیار استاکارانه عمل کردند. کار را در این سمت دیگر نمودن و زود همون چنگک حلوک داخلی که چنگک و یک حرکتی برعکس بود و پیش بود با قفا حرکتی بسیار هم با سرعت انجام داد. کاملا موازنت رقیب قهرمان بازی های المپی و قهرمان جهان را در سالهای 2003 و 2004 ورزشگری 41 ساله کره جنوبی را دچار ناکامی کرد و خواجه‌زاده بهروز از این مرحله نتیجه بهتر را به دست آورد. به قلب ما نشاط و خرسندی افزون نمود و جوان برومند گوشتین جودو و ملی و سامبوی تاجیکستان به دور بعدی رفت به مرحله 4